نه یه شعر دیگه هم میکنم. یه سری پیشنهاد واسه واردات دارم. این اجناسی که میگم حتما تو کشور بهش احتیاج داریم، ولی میتونن تحقیق کنن و از یه کشور دیگه مناسبتر بیارن. مبادا وقت وارد کردن جنس ز کشورهای دیگر کم بیارید. شما هی نفت را صادر کنید و به جایش هرچه شد از دم بیارید. زمستان چون رسد از راه از هند چغندر پخته و شلغم بیارید. پفک از روسیه از چین تایپه شما نوشابه زمزم بیارید. اگر که میوه از سودان آوردید درشتاشو که نه درهم ز سوئد زیر سوی شهر کرمان و یا خرما برای بم بیارید. اگر به قدر کافی کرم دارید، چون من مطمئنم که کرم به اندازه کافی تو کشور و در دولت قبل ما در کرم به خودکفایی رسیدیم. اگر به قدر کافی کرم دارید از آلمان کرم ابریشم بیارید. برای زخم‌های کهنه ما کمی از مالزی مرهم بیارید. برای شاهنامه آرش از چین و یا که از کره رستم بیارید. به جای صادرات غیرت خیش از اسکاتلند نامحرم بیارید. برای گوش استکبار از اوکراین 2-3 تا سیلی محکم بیارید. در ایران از خوشی مردیم والا، ز لبنان بهر ما ماتم بیارید. معمم هست، اما ما که غرقیم اگر که جور شد بازم بیاریم. برای راهپیمایی بعدی از آمریکا کمی پرچم بیارید. اگر که از قلم افتاد چیزی شماها لااقل یادم نگفتم هان. به جای خود اگر شد ز یک کشور کمی آدم بیارید. سر این شعر را من باز کردم، تهش را هم شماها هم بیارید. با پیشنهادم برم. از اونجایی که تو این مملکت هفت‌تیرکشی آزاده ولی آبپاشی به هم جرمه، من پیشنهاد کنم اگه قصد دارید به هم، من هفت‌تیرش هم آورده بودم نشد، به هم آب بپاشید. هفت‌تیر آبپاش هست، یعنی که با اون بپاشید. و هفت‌تیرم من امروز می‌خواستم بخرم به نمیدادن، تا این که گفتم من مداح هم دیگه